پل فلزی ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندوز، پلی که قریجات آقتیپه و قلعه‌زال را با یکدیگر وصل می‌سازد. مسئولان حین نظارت از روند تطبیق این پروژه میگویند که کار تحکیمکاری دو سمت پل فلزی ولسوالی قلعه‌زال پیشرفت خوبی داشته است. هزینه پروژه که است 8,928,323 افغانی از طرف امارت اسلامی افغانستان وزارت فایده عامه پرداخت میشه و همچنان با روند از تطبیق پروژه صدها از مردمان محل اشتغال زایی برشان پیدا میشه. این کار بسیار خوب است، هم جلوگیری از تخریب پل و هم اشتغال زایی برای مردم هست. کار این پروژه که است در ابتدا چون ساحه ریگی است تقریبا 1 متر چیزی بالاتر از 1 متر گبیونکاری است و بعد از او سنگ است که 5 الی 6 متر سنگ دو طرف اینمی پل گرفته میشه تا اینکه اینمی دو طرف پل او نزنه خراب نکنه، به خاطر از اینمی تحکیم میشه انشالله. در همین حال شمار از باشندگان ولسوالی قلعه‌زال و کارگران این شرکت از تلاش‌های امارت اسلامی افغانستان در زمینه تحکیمکاری دو سمت پل فلزی این ولسوالی ابراز خرسندی نموده میگویند که با ساخت این پل بسیار از مشکلاتشان به گونه اساسی حل گردیده است و اکنون نیز از آغاز کار تحکیمکاری آن استقبال میکنند. همه امارت اسلامی بسیار خوش هستیم که پلای ما را جور کرده. دیگه 10 سال پیش بسیار خرابی بود، پل خراب بود، بعد کشتی غرق میشد، مردم شهید شد. حال امارت اسلامی خوش هستیم که بسیار خوش هستیم جور شده پل. بسیار خوشحال هستیم همین پل ما را جور کرده است. همین پلان کار کرده هستیم، همینجا خودم هستیم یک لقمه نان حلال به خاطر اولادا هم دیگران پیدا میکنیم. بسیار شرکت بالا خوش هستیم. کار تحکیمکاری دو سمت پل فلزی ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندوز در حال ادامه دارد که در حال حاضر شمار از پروژه های انکشافی دیگر نیز از سوی ریاست فواید عامه این ولایت در حال تطبیق می باشد.